سلام و عرض وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز، مخاطبین گرامی وارش اسپورت. یک بار دیگه اینجا کنار همیم تا بازی تیم محبوبمون رو با هم تماشا کنیم. بازی امروز بازی چادرملو و داماشه که داماش صدای منم که مثل اینکه هست. خیلی خوب، اگه صدا رو قطع کنید ممنون میشه، اینجا وارد میکروفون نشه. خیلی خوب. ترکیب اومده ما توی اینستاگراممون، حالا تو اینستاگراممون هم وصل شده لایومون. خیلی خوب. ترکیب اومده، من ترکیب رو یک طور خدمتتون میخونم، البته تصویرش هم منتشر کردیم اینجا. من یک طور دیگه هم میذارم، خودم بیام این ور که شما تصویر رو ببینید. 11 مرد میدان ما هستن. اینترنت دوباره یک پارازیتی داشت، حالا ما این داستان رو هر هفته اینجا داریم دیگه. امیدواریم که این هفته به حداقل خودش برسه. حالا اینم یه برای که آنتندهی بهتری باشه اگر گذاشته باشه که خیلی بهتره. این نکته رو من مجددا مثل هر هفته خدمت شما عزیزان بگم که اینکه کامنت ها گاهی اوقات توی اینستاگرام باز میشن یا اینستاگرام بعضی اوقات قطع میشه، همه اینا به خاطر مشکلاتیه که سیستم پخش زنده اینستاگرام داره. چون ما تصویر رو از جای دیگه میگیریم و مجدد برای شما پخش میکنیم، این مشکلات توی اینستاگرام طبیعی هستن. ولی اگر میخواید که قطعی‌ها حداقل باشه، کیفیت تصویر بیشتر باشه، دیلی کمتر باشه و با تأخیر کمتری ببینید، یا گلی اگر رخ داد یا صحنه حساسی رخ داد بتونید بزنید عقب، حتما بیاین و توی یوتیوب بازی رو ببینید. البته که ما مثل همیشه به احترام هواداری که بازی رو از اینستاگرام تماشا میکنن، ما پخش از اینستاگرام رو قطع نخواهیم کرد، ولی به هر حال دیدن بازی توی یوتیوب در کنار هم مشکلات کمتری داره و هم صفای بیشتری داره. حالا از این قضیه که بگذریم، جدول رو یک بررسی داشته باشیم. روی جدول داماش گیلان الان با 6 امتیاز از 9 بازی 17 جدوله، در منطقه سقوط قرار داره و تیم چادرملو اردکان با 16 بازی با 9 بازی و 16 امتیاز در جایگاه پنجم قرار گرفته. ما احیانا اگر بتونیم، من صدای خودم فقط دارم میشنوم، اگر کم بشه ممنون میشم. ما احیانا اگر بتونیم این بازی رو ببریم، راه داره که حتی مثلا تا 13 جدول هم بالا بیاره. البته بستگی به بازی‌های رو در رو داره، ولی میتونیم حداقل موقت تا 13 جدول هم بالا بیایم و امیدواریم که این اتفاق به هر حال بیفته. من یک سری بزنم به بخش کامنت های یوتیوب ببینم عزیزان اگر کامنتی گذاشتن بتونم بخونم. آرش خوشبخت نوشته که به امید خدا پیروز این بازی هستیم. ابوالفضل نوشته به امید برد. رضا نیکی نوشته هر وقت من بعد از ظهر کارم داماش بازی داره. و سهند عزت طلب هم قلب آبی گذاشته. دوستان اگر نمیتونید توی یوتیوب کامنت بذارید، کافیه که پیج رو سابسکرایب کنید که این قابلیت براتون باز بشه. بدون سابسکرایب کردن امکان کامنت گذاشتن در زمان لایف توی یوتیوب وجود نداره. آرمان نیک نوشته چادر ملوسه. حالا بستگی به نتیجه‌ای که میگیریم داره دیگه. البته محمود جان لطف داری قربانت بشم. آراش هم نوشته که دم بچهای وارش اسپورت گرم که با زحمت فراوان امکان دیدن بازی رو برای هواداران داماش فراهم میکنن، کاری که شبکه باران اون هم با اون همه دم دستگاه عریض و طویلش نمیکنه. دیگه از صدا و سیمای میلی انتظار بیشتری نیست. حقیقت هم همینه. حقیقت اینه که الان دیگه واقعا کیفیت اینترنت ها پیشرفت کرده، هر کسی میتونه لایو بره، واقعا نیازی هم بهشون نداریم. الکی چرا بخوایم برنامه‌هاشون رو پر کنیم با همین یوتیوب و آنتن و اینستاگرام و همه این تشکیلات. اگه یه خورده از نظر سخت افزاری زیر ساختمون رو قوی کنیم و اینترنت هم اذیت نکنه، واقعا چیزی از صدا و سیما کم نخواهیم داشت و امیدواریم که اتفاق بیفته. دوستان خواهش می‌کنم که فقط دقت کنن اگر تصویر استادیوم اومد که ما تصویر رو برای دوستان بذاریم. بریم یه سرم به اینستاگرام بزنیم ببینیم تو اینستاگرام آیا کامنت های خاصی اومده یا نه. حامد توی اینستاگرام نوشته که کاش میشد گزارش
سید علی رو فراهم کنید. میتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی از نظر تکنیکی مشکلی نیست. فقط مشکلی که ایجاد میشه اینه که اگر بخوایم بازی‌های خارج از خونه رو با گزارش سید علی پخش کنیم، صدای ورزشکار رو نخواهیم داشت. حالا حاشیه‌ای اگر اونجا رخ بده، صوتی زده بشه، حرفی اگر باشه، اون صدا رو نمیشنویم. حالا در این مورد میتونیم بعداً شاید صحبت کنیم یا نظرسنجی بذاریم که شما مخاطبین کدوم رو ترجیح میدید، اینکه بازی‌های خارج از خونه با گزارش سید علی باشه بدون صدای استادیوم، یا با حالا هر گزارشی که هست به همون شکل پخش بشه. این رو شما میتونید بگید و اگر مایل بودید که این اتفاق بیفته، از نظر ما مشکل نیست، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. یکی از دوستان نوشته که کافه داماش هم بازی رو نشون میده، خیلی هم خوب، دوستان در کنار هم میتونن ببینن. یکی از دوستان نوشته حامد، اگه اسمش درست خونده باشم، ترکیب خیلی بدی گذاشته شده. صدای فقط اینستاگرام کم کنم که صدام بازگشت نداشته باشه برای شما. دوستانی که اینستاگرام تشریف دارن، من بازم عرض میکنم پیشنهاد ما اینه که شما تشریف بیارید و توی یوتیوب بازی رو ببینید، به خاطر دلایلی که بارها راجبش صحبت کردیم. جفتشون هم که فیلترن، فرق زیادی نداره، ولی به هر حال هر جوری که خودتون صلاح میدونید، ما هم به احترام شمایی که توی اینستاگرام دارید بازی رو میبینید به شما احترام میذاریم و اینستاگرام رو قطع نمی‌کنیم. رضا نیکی توی یوتیوب نوشته که آقا امروز داماش 2-0 میزنه، امیدواریم که همین اتفاق بیفته و اولین پیروزی خارج از خونه این فصلمون رو به هر حال به دست بیاریم. امیدوارم که اتفاق بیفته. من فقط خدمت دوستان اینستاگرام یک طور دیگه عرض کنم، احیانا در زمان پخش بازی اگر کامنتی باز و بسته میشه، به خاطر مشکلاتیه که در شبکه اینستاگرام و اینترنت میتونه وجود داشته باشه. تا ما متوجه بشیم و اون کامنت رو ببندیم، ممکنه لحظاتی کامنت ها باز بمونه. این مشکلات به هر حال توی یوتیوب وجود نداره، سرعت پخشش هم خیلی بالاتره. مثلا دوستان که دارن توی یوتیوب تصویر من رو میبینن، 2-3 ثانیه بعد از اینکه من صحبت میکنم صدای من رو دارن توی یوتیوب میشنون، ولی شمایی که توی اینستاگرام هستید حداقل 1 دقیقه طول میکشه تا صدای من رو بشنوید. در مورد پخش بازی هم به همین شکل میشه، یعنی شمایی که توی اینستاگرام دارید بازی رو میبینید اصلا هیچ فرقی هم نداره از کجا ببینید. دوستانی که از اینستاگرام میبینن به هر حال یه حدود 1 دقیقه عقب هستن. این اصلا ویژگی در واقع اینستاگرام. یکی از دوستان نوشته آنتن هم بازی رو پخش میکنه. آره پخش میکنه، اصلا ما هدفمون این نیست که جای شبکه خاصی رو بخوایم ببینیم، هدفمون اینه که دور هم با بچه‌ها اینجا صحبت کنیم، کامنت ها رو بخونیم و با هم در کنار هم در لذت دیدن این بازی شریک باشیم و هر بازی دیگه‌ای. آره دوستانی که دوست دارن میتونن از آنتن هم به هر حال بازی رو ببینن. چیزی هم دیگه به شروع بازی نمونده، قاعدتا از 2 دقیقه دیگه باید تصویر بیاد. تا این لحظه که تصویر نرسیده، به محض اینکه تصویر استادیوم شهید نصیری یزد برسه ما حتما تصویر رو برای شما استریم میکنیم. یک طور دیگه من ترکیب رو اینجا بذارم و برای شما بخونم تا بازی شروع بشه. اشکان توانا که توی دروازه بود: حسین خیری، سعید دلاور، مجتبی بیژن، پژمان نجات، امید پورغنبری، سعید طالبی، امیرحسین یوسفی، محمد رستمی، آرمین مساتی و سید محمد خرم‌الحسینی 11 مرد میدان ما هستن به سرمربیگری علی نظر محمدی. و ترکیب رو هم که دارید روی تصویر میبینید، قبلا توی اینستاگرام به صورت پست و استوری و توی کانال تلگرام اون هم همین ترکیب رو ما منتشر کردیم. بازی هم قاعدتا باید به زودی شروع بشه دیگه، به محض اینکه بازی شروع بشه حتما ما بازی رو برای شما پخش خواهیم کرد. یه نکته رو فقط در مورد این بازی بگم که باز اون اتفاقات عجیب و غریبی که خیلی اوقات میفته، این بازی هم شامل حال داماش شده. داماش خیلی دیر با پرواز چارتر حرکت کرد، به صورت مستقیم به یزد خودش رو رسوند. پرواز چارتر که میدونید دیگه حالت دربستیه، یعنی که کل هواپیما رو یه جورایی گرفتن برای تیم داماش و منتها خیلی دیر رسید. از طرفی هم امروز هم که اطلاع داشتیم تا 1.5 ساعت قبل از بازی هنوز بچه‌ها به استادیوم نرسیده بودن. حالا یک فاصله گویا وجود داشت از محل اقامتشون تا استادیوم. امیدوارم که این دیر رفتن به یزد و
حالا دیر رسیدن به استادیوم بچه‌ها رو خسته نکرده باشه و تاثیرش رو توی بازی بچه‌ها نبینیم. به هر حال اینم نکته حاشیه‌ای بود که رخ داده بود. یکی از دوستان نوشته که یوتیوب اگر سابسکرایبر بره بالا به سود ماست. نه اینطوری نیست، به این دلیل که شما برای اینکه توی یوتیوب بتونید به درآمد برسید لازمه که 1000 تا سابسکرایبر داشته باشید و تازه زمانی که 1000 تا سابسکرایبر داشته باشید کسب درآمد شما از یوتیوب شروع میشه و تا به چندین هزار بازدید به ازای هر ویدیو نرسید این اتفاق نمیفته و به کسب درآمد مطلوب نمیتونید برسید. به عنوان مثال عرض میکنم اگر ما 1000 تا سابسکرایبر داشته باشیم و حدود 10,000 تا ویو داشته باشیم به ازای اون ماه، درآمدی که میتونیم ازش کسب کنیم حدود مثلا به ریال بخوایم تبدیل کنیم حدود 200,000 تومان میشه. بعد از اینکه تبدیل میشه مالیات و فلان اینا ازش کسب میشه. در نتیجه اصلا ما به اون سمت نمیریم، چون همین الان ما هزینه‌های خیلی زیادی بابت همین پخش داریم میکنیم. یعنی این پخش رو که داریم انجام میدیم برای اینکه همزمان بتونه چند جا پخشه ما مجبوریم که از سیستم‌های واسط استفاده کنیم. در نتیجه این هزینه‌ای که اصلا در ماه داریم انجام میدیم و این هزینه‌ای که بابت سخت افزار داریم انجام میدیم در مقابل اون مثلا 1-2 دلاری که ممکنه در آینده به وجود بیاد واقعا هیچ، و در نتیجه اصلا ما به اون سمت داریم نمیریم. پس صادقانه عرض میکنم مثلا اینکه بازی رو شما میگم بیایید توی یوتیوب ببینید هیچ سودی از نظر در واقع مالی برای ما نداره، ولی ما دوست داریم که شما با کیفیت بیشتری بازی رو توی یوتیوب ببینید. دلیلش صرفا همینه. من کامنت ها رو میبندم برم یه سری بزنم گویا با تصویر استادیوم داره میاد. درسته تصویر استادیوم داره میاد. من کامنت های اینستاگرام رو هم میبندم و بریم اونور از این مرورگر دیگه استفاده کنید. فکر میکنم مشکل حل بشه. لاگات میتونید بکنید یا لاگین کنید، حالا فرقی نداره، یا با مرورگر دیگه تست کنید که اکانت هم نداره که بتونیم تصویر رو برای عزیزان پخش کنیم. به محض اینکه تصویر بیاد ما بازی رو برای شما پخش خواهیم کرد. خب تصویر اومد. از دوستان میخوام که فول اسکرین کنن، کیفیتش رو بالا ببرن، کامنت های اینستاگرام هم ما ببندیم. فقط اگر کامنت باز شد با یکی از دوستانی که اینجا هست به ما اطلاع بدن که دوباره بتونیم کامنت ها رو ببندیم. فعلا که بسته شد. خیلی خوب، اینم از تصویر استادیوم. دارم آهنگ پخش میکنم به دلیل کپی رایت یوتیوب و اینستاگرام. آهنگایی که دارن پخش میکنن رو خب نمیتونیم پخش کنیم و به محض اینکه آهنگشون رو قطع کنن ما حتما صدای استادیوم رو برای شما پخش خواهیم کرد. کاش به دوستان عزیزمون در آنتن پیشنهاد کنیم که از آهنگایی که کپی رایت ندارن استفاده کنن. خیلی خوب، هنوز آهنگ داره پخش میشه. من آهنگ رو پخش نمی کنم که عرض کردم اینستاگرام و یوتیوبمون به مشکل نخوره. داماشیا در این بازی با پیراهن سفید حاضر شدن که حالا سر این بحث تهیه پیراهن هم یک حواشی مثل این که وجود داشت. حالا بگذریم از اون حواشی. هواداران یزدی رو مشاهده میکنید و بازی که به زودی باید شروع بشه. متاسفانه هنوز آهنگ دارم پخش میکنم برای صدای گزارش شروع نشده. گویا این اردکانی ها هستن که باید بازی رو شروع کنن. اردکانی ها رو میبینید که پیراهن تقریبا خب بازی هم شروع شد. من دیگه سلام خدا، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند علاقه‌مندان به فوتبال با هفته دهم رقابت‌های لیگ دست اول باشگاه کشور از ورزشگاه شهید نصیری یزد با دیدار تیم‌های چادرمالی اردکان و داماش گیلان در خدمت شما عزیزان هستیم. در تیم داماش گیلان اشکان توانا، مجتبی بیژن، سعید دلاور، سعید طالبی، محسن انبساطی، سید محمد خرم‌الحسینی، محمد رستمی، امید پورغنبری، حسین خیری، پژمان نجات و امیرحسین یوسفی نفرات آقای علی نظر محمدی هستند که به زمین فرستاده. اما در تیم چادرمالی اردکان حجت صدقی طبق روال در دروازه قرار گرفته. سعید محمدی فرد، محمد بختیاری، صادقیان، طاهران، عطابک زارعی، علی رستمی، هادی حبیبی نژاد، محمد ابراهیم رضازاده، رضا محمود آبادی و سید علی یحیی زاده. 11 مرد آقای سعید اخباری هستند که
برای این بازی در نظر گرفته. قضاوت این دیدار با آقای رسول اولیایی هست که آقای محسن دوستان و سامان سحاب منش ایشون رو در امر قضاوت مساعدت میکنن و داور چهارم آقای رضا مرادی هست. پرتابوت برای تیم داماش گیلان هست. در میانه میدان بازی که در عمق فرستادن جمعش کرد سیرس صادقیان و با خطا توپش رو گرفته. اتابک زارعی توپ رد شد از روی سر یحیی زاده. در میانه میدان طالبی موفق نیست. آسان بازیکن تیم چادرملو زارعی و بعدم فریب داد بازیکن روبروی خودش رو میبره برای محمود آبادی و سمت راست سعید محمدی فرد. عقب‌تر صادقیان طاهران اتابک زارعی از هم توپگیری که انجام میدن بازیکن تیم داماش سعید طالبی اونجا توپ رو داره جلو میبره. لعب خط توپش رو گرفت رضا محمود آبادی بدون خطا. طاهران منطقه رو به زیبایی عوض کرد. اگر به توپ برسه سعید محمدی فر، حالا به توپ میرسه در سمت راست خود محمدی فر و توپش از اون خط رد شد و پرتاب برای داماش گیلان. با دروازه‌بان کار میکنن. صدقی بلند به میانه میدان. انبساطی واسه توپش رو طاهران دور میکنه. یک بار دیگه ضربه سر از بازیکن تیم داماش. باز هم طاهران محمد رستمی بود که اونجا ضربه سر اولش رو زد. بازی در خط دفاعی دنبال میشه. منطقه رو عوض میکنه به سمت چپ جایی که اتابک زارعی حضور داره. خود زارعی میبره به وسط. هادی حبیبی نژاد محمدی فرد توش برخورد کرد به مدافع مستقیمش و پرتاب اوت برای چادرملو. خود محمدی فرد باید باز رو آغاز بکنه. با صادقیان کار کرد. طاهران باز هم به سمت چپ جایی که اتابک زارعی حضور داره به سختی خودش رو به توپ رسوند و پرتاب اوت برای داماش گیلان. باز هم طاهران در میانه میدان. توپگیری از بازیکن داماش در وسط زمین. خطایی که اعلام شد به روی علی رستمی. حبیبی نژاد سمت چپش رضازاده حضور داره. خود رضازاده در سمت چپ. اتابک بهش اضافه شد. سانتی که ارسال شد. ضربه سری که زدن در پشت محوطه. خرم‌الحسینی توپگیری میکنه. ارسالش رو داد برای پشت مدافعان. پورقنبری در سمت چپ. یک نفر میخواست از پیش رو برداره موفق نبود. عقب‌تر میتونه ضربهش رو بزنه. ضربه که زد و حجت صدقی مهارش کرد. اولین بخت داماش گیلان رو حجت صدقی با واکنش خودش ازشون میگیره. زارعی یک بار دیگه گویا تصویر قطع شده. حالا ما خب بس شد. اولی که اونجا انجام داد در پشت محوطه جریمه. رستمی طاهران گویا مشکلیه که با هم توی آنتن مدافعان خودشون کار میکنن. بختیاری
رستمی میبره به سمت راست. دو موقعیت خوب هست برای تیم چادرملو. توپی که در عمق میندازن برای سعید محمدی فرو. دفاعی که جمعش کرد پژمان نجات بود که توپ محمدی فرو زد. طاهران، رستمی، یک تویی که انجام شده توپ رسیده به خود رستمی و عقب‌تر با محمد بختیاری. یک بار دیگه از سمت راست سعید محمدی فرو اونجا میبینن استاپی که انجام داد. یک نفر از پیش رو برداشته سعید محمدی فرو یه دور میزنه، مزاحمش هست یوسفی و عقب‌تر دوستان اگر یک بررسی فرمایید که مشکل از ماه یا آنتن ممنون. البته ما که تصویر اون داره پخش میشه. آره لحظه مثل اینکه آنتن دچار مشکل شد. توی تیم داماش گیلان که فول اسکرین هم کنی. خیلی خوب. خودش داره چهره 7 دقیقه و 20 ثانیه از مسابقه گذشته 0-0 همچنان در اولین مسابقه هفته دهم دو تیم چادرملو اردکان و داماش گیلان مساوی به کار خودشون دارن ادامه میدن. ضربه سر از بازیکن چادرملو محمدی فر. پرتاب با اتابک زاره. یحیی زاده زارعی سریع منطقه رو عوض میکنه به سمت راست جایی که سعید محمدی فر حضور داره. یوسفی و محمدی فر باز هم در خط دفاعی چادرملو بازی باید پیگیری بشه. اتابک زارعی، یحیی زاده بازیکن سه گله تیم چادرملو اردکان که لحظه هم تعادلش از دست داد. باز هم میبرم به سمت راست جایی که سعید محمدی فر اونجا حضور داره. هادی حبیبی نژاد بار منطقه رو عوض کرد. سید علی یحیی زاده وارد محوطه جریمه هم شده. به عقب‌تر کسی اونجا نیست و مدافعان توپ رو جمع میکنن. خیری خط اعلام شده از هادی حبیبی نژاد از روی بازیکن داماش گیلان. دیگه با هم ببینیم خطایی که بدین ترتیب اتابک زارعی روش انجام داد. خودش هم میره عذرخواهی میکنه از بازیکن تیم داماش. بازیکنی که بالاخره در ترکیب ثابت خودش قرارش داد اتابک نجات. یوسفی محمدی فر رو میخواد از پیش رو برداره، موفق هست، میاره به وسط جایی که خرم‌الحسینی پرتاب بلند اتابک زارعی ضربه سر اول رو میزنه. طاهران خود خرم‌الحسینی میاد و اجازه بازی سازی رو نمیده به کاپیتان تیم چادرملو. زارعی، حبیبی نژاد باز هم در سمت راست. محمدی فر، صادقیان، بختیاری کنش رستمی رو داره. خود رستمی یک تایی که انجام شد بین این دو بازیکن. یک بار دیگه ارسال به سمت راست که این بار دیگه سعید محمدی فر حرکت نکرده بود. پرتاب اوت برای داماش. باز هم یوسفی موفق نبود و توپ میرسه به بازیکن چادرملو اردکان. طاهران، علی رستمی بازی بیشتر در میانه میدان پیگیری شده. موقعیت خطرناکی رو نداشتیم روی دروازه ها به جز تک موقعیتی که داماش گیلان به دستش آورد در دقیقه 7.
اصلا بلند هست توپ علی طاهران و این بار از روی سر اتابک زارعی به بیرون میره. 1-1 مساوی به پایان رسون و چادرملو بعد از 2 برد پیاپی با 2 شکست متوالی پا به این مسابقه گذاشته. خطا اعلام شد از بازیکن تیم داماش بر روی سعید محمدی فر در سمت راست زمین چادرملو. زارعی، طاهران، رؤوفی رو هم در ترکیب نداره. آقای سعید اخباری تغییری که انجام داده و برای مسابقه از نفرات دیگری استفاده کرده. علی رستمی، طاهران، خرم حسینی از بین 2 نفر میخواد اونجا عبور بکنه و طاهران توپش رو با خطا ازش میگیره. خطایی که اعلام شد. یک بار دیگه با هم ببینیم حرکتی که خرم حسینی بدین ترتیب انجامش داد و طاهران متوقفش کرد. بازی همچنان ادامه داره. سعید محمدی فر اونجا توپ رو برداشته و داره جلو میره سمت چپ. اونجا حبیبی نژاد و دیگر بازیکن چادرملو هستن. توپ از پاش جدا شد. موقعیتی که از دستش داد هادی حبیبی نژاد. تا این بخت هم از دست بره برای تیم چادرملو. بختیاری، رستمی، محمد بختیاری، ارسالی که واسه هم بلند هست و توپ نمیرسه به اتابک زارعی. تا پرتاب برای داماش به دست بیاد. حسین خیری پرتابش رو انجام میده با کاپیتان خودشون محمد رستمی. بیژن، سعید محمدی فر اونجا یه لحظه توپ رو از دست داد. همچنان میخواستن بازی رو پیگیری بکنه که توپ از خط رد شده بود. پرتاب برای چادرملو اردکان. اصلا سعید محمدی فر باید بازی رو آغاز بکنه. پرتاب بلند برای سید علی یحیی زاده. 2 نفر اونجا محاصره‌اش کردن. همچنان درگیری بر سر توپ و موفق مدافع تیم داماش مجتبی بیژن بود که موقعیت رو گرفت از سید علی یحیی زاده، بهترین گلزن تیم چادرملو با 3 گل زده. ضربه سر از بازیکن تیم داماش. یه لحظه می‌خواست توپ گیری بکنه واسه بازیکن داماش. توپ رو گرفتن میارن به سمت راست جایی که حسین خیری حضور داره. طالبی، مقابلش محمد بختیاری هست. خود سعید طالبی تو سر توپش رو زد به عقب‌تر با حسین خیری. ارسال انجام شد. توپی که خورد به پشت رضا زاده و راهی اوت شد. پرتاب رو باید انجام بده حسین خیری. دورخیزش رو انجام میده. پرتاب بلندی رو باید روی دروازه چادرملو انجام بده. موقعیت حساس هست. داره اضافه میشه. سعید دلاور از خط دفاع جدا شد و خودش رو رسونده به محوطه جریمه تیم چادرملو. پرتابی که حالا خیری بلند انجامش داد. ضربه سر اول از مدافعان تیم چادرملو اردکان. پرتاب باید تکرار بشه از چند متر جلوتر. واسه هم حسین خیری هست که باید پرتابش رو انجام بده. یک بار دیگه پرتاب انجام شد و واسه هم ضربه سر از مدافعان تیم چادرملو. حبیبی نژاد یک بار دیگه ضربه سرش رو میزنه. بیژن، خرم حسینی توپ در خط دفاع تیم چادرملو. خطایی که اعلام کرد
داور مسابقه، خطایی که امید پورقنبری برای بختیاری انجامش داد بدین ترتیب بود که از پشت اومد و شارژش کرده، خطا اعلام شد. ناظر داوری این مسابقه آقای بهرام کیانی هستند. که نظارت این بازی رو بر عهده دارن. پرتاب با حسین خیری برای چندمین بار است که از سمت راست داره پرتاب اوت میکنه، توپی که نرسید به پورقنبری و واسه معترض هستن نیمکت نشینان تیم داماش. با برای چهارم هم دارن صحبت میکنن با آقای مرادی. خطایی که انجام داد روی یحیی زاده کاملا مشخص بود، از پشت شارژش که سعید دلاور و خطا اعلام شد. محمود آبادی اومد که ضربه رو بزنه، خیلی دیگه دارن کند بازی رو شروع میکنن. بختیاری باید این فکر می‌کنم خب سیروس صادقی فلشولو فقط بزنید بی زحمت. دیگه بلند پشت مدافعان محمدی فرد اونجا خالی دید که ضربه سر مشتاق بیژن راهی اوت میکنه. پرتاب برای چهارم سری بازی رو آغاز میکنه. مشکل میخوره معمولا. محمود آبادی هم کنارش هست، ترجیح میده با رستمی کار بکنه. گرم به وسط طاهران، اتابک زارعی سمت چپ خالی است. اگه بختیاری اونو ببینه ترجیح میده با وسط کار بکنه. محمود آبادی زارعی یک تا یک انجام شد و حالا خطا برای سعید طالبی گرفته میشه. با هوشیاری هرچی تمامتر خطا رو گرفت از اتابک زارعی. کسی رو نداشتن در خط حمله، ترجیح داد که خطا رو بگیره تا اضافه بشن به خط حمله خودشون. خیری بازی رو بلند آغاز میکنه، توپ به امید قنبری نرسید و در دستان حجت صدقی قرار میگیره. صادقیان، محمود آبادی، محمد بختیاری، اتابک اصلا با کاپتان خودشون کار میکنن. طاهران به سمت راست، سیروس صادقیان مهیا میکنه برای سید علی یحیی زاده سمت راست. خود یحیی زاده خالی بود و توپی که با سرعت فرستاد برای محمدی فرو در نهایت به اوت میره. 22 دقیقه از زمان بازی سپری شد. 0-0 شادومعلی اردکان و داماش گیلان در ورزشگاه شهید نصیری یزد بازیشون در هفته دهم داره دنبال میشه. اشکان توانم بالاخره برگشته به ترکیب. چند بازی بود که مسعود پور محمد حراست دروازه داماش رو بر عهده داشت. اسکان 25 ساله تیم داماش موقعیت برای داماش گیلان میبرن به سمت چپ. اونجا صادقیان موفق تر هست، توپ رو به اوت میفرسته. پرتاب از سمت چپ بعد ارسال بشه. پژمان نجات پرتابش رو انجام داد و خطایی که گرفته رسول اولیایی. از سمت چپ بعد توپ روی دروازه چادرملو ارسال بشه. موقعیت خطرناک است برای این تیم. من خرم الحسینی بود که اونجا روش خطا رو مرتکب شدن.
پژمان نجات باید ارسالش رو انجام بده روی دروازه. موقعیت خطرناک است برای تیم داماش. مراقبت نفر به نفر در محوطه جریمه تیم چادرملو داره توسط مدافعان صورت میگیره. ارسال انجام میشه، مدافعان توپ رو برمیگردونن. سری رضازاده میبره به سمت راست، اونجا میخواد تبدیلش بکنن به ضد حمله. هادی حبیبی نژاد سمت چپ با چه سرعتی داره فرار میکنه رضازاده. مدافعان برگشتن و 7 نفری پوشش میدن خط دفاعی خودشون رو. صادقیان، رستمی، سعید محمدی فر که باز هم به بازیکن تیم داماش رسیده. انبساطی میاره برای امیرحسین یوسفی و خطایی که انجام داد عطابک زارعی. چاره‌ای نداشت، مجبور بود خطا رو انجام بده. داشت تبدیل میشد به یه ضد حمله برای تیم داماش گیلان. بدین ترتیب بود که تعادل امیرحسین یوسفی رو برهم زد عطابک زارعی. بیارم به سمت راست جایی که خیری هست، اشاره میکنه که مجددا باید بازی رو آغاز بکنه. مشتبه بیژن بود که قبل از سوت داور بازی رو آغاز کرده بود. پرتاب برای تیم داماش گیلان. بازم حسین خیری است که اومده تا از اون پرتابه بلندش رو انجام بده. این بار کوتاه‌تر به عقب‌تر، جایی که مشتبه بیژن حالا ارسالش رو انجام داد. ضربه سر اول از محمد بختیاری اونور در سمت راست. سعید محمدی فر توپ رو جمع میکنه، سریع هم دورش کرد، توپ نرسید به رضا محمود آبادی. پرتابوت عطابک زارعی در سمت چپ. صادقیان، اصلا توپ رو دور میکنه. توپی که یه لحظه نزدیک بود برسه به سید علی یحیی‌زاده که جمعش کردن مدافعان تیم داماش. سعید طالبی سمت راست. خیری فضا برای حرکت داره. خود خیری سر توپش رو سعد با بیرون پاسی که در عمق فرستاد. موقعیت هست برای تیم داماش گیلان و توپی که به اوت رفت، که مستقیم به کنار دروازه برخورد داد. تا این موقعیت هم برای داماش از دست بره. چادرملو اردکان با 16 امتیاز رتبه 5 جدول رو به خودش اختصاص داده و داماش گیلان با 6 امتیاز رتبه 17 جدول رو تصاحب کرده. خرم‌الحسینی پشت محوطه توپ رو میرسونه به مهاجم خودشون. فرصت برای سعید طالبی، اونجا عطابک زارعی قبل از اینکه خطاشو اعلام بکنه آفساید سعید طالبی رو اعلام کرد آقای رسول اولیایی. محمود آبادی، علی رستمی منطقه رو ارسال خطرناک روی دروازه و راحت در دستان اشکان توانا این قرار میگیره. طالبی، پرتاب برای تیم چادرملو. فراش انجام داده بود عطابک زارعی و حبیبی نژاد نگه داشت بازی رو تا خود عطابک زارعی پرتاب اوتش رو انجام بده. پرتاب برای محمود آبادی. خود زارعی. صادقیان در میانه میدان. محمدی فر، رضازاده عقب‌تر. سیروس صادقیان سریع هم میانم به سمت چپ تا محمد بختیاری اونجا بازسازی خودش رو انجام بده. خود بختیاری به وسط. حبیبی نژاد عقب‌تر. حالا علی رستمی.
محمود آبادی. خود محمود آبادی از بین 2 نفر اونجا عبور کرد. اتابک زارعی ارسال انجام شد. مدافعان هستن که اونجا توپ رو جمع میکنن. میبرن به سمت چپ. از بین 2 نفر اونجا عبور کرد امیرحسین یوسفی و توپ رو حالا مجددا در اختیار میگیره. دریبل کشوی زیبا در میانه میدان. لحظه اونجا اشتباهی که انجام داد سید علی یحیی زاده در سمت راست صاحب توپ هست. خودش تک و تنها است بین 6 مدافع. عقب‌تر رستمی. سعید محمدی فر. خود محمدی فر رو موقعیتی که از دستش داد سعید محمدی فر. توپ پاش جفت و جور نشد. حرکتی که علی رستمی شروع کرد به محمدی فر رسید و نتونه ضربش رو راهی دروازه داماش بکنه. اشکان توانا پس روی سر حیبی نژاد هم رد شد. باز هم با توانا کار میکنه حسین خیری. سی دقیقه از زمان بازی سپری شد. 0-0 مساوی هستند تیم چادرملو و داماش گیلان. بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شده. پاسایی که با اشتباه بازیکن‌ها یکی پس از دیگری به تیم حریف سپرده میشه. باز هم علی رستمی. باز هم عقب‌تر. راه بسته است برای تیم چادرملو. و خوب دارن دفاع میکنن داماشی ها. باز هم صادقیان. طاهران. تکرار میشه باز هم پاسکاری در خط دفاعی تیم چادرملو. هر از این پاسای بلند و قطری است که صاحب موقعیت میکنه. مثل همین موقعیت سعید محمدی فر میتونه ارسالش رو انجام بده. ارسال انجام شد. ضربه‌ای که نتونست بزنه اونجا محمود آبادی. اتابک زارعی. طالبی موفق تر هست. خود سعید طالبی با حسین خیری. بختیاری توپش رو دور میکنه و نمیگذاره که توپ امید پور قنبری برسه در خط حمله داماش. خوش تکنیک نشون داد سعید طالبی بازیکن شماره 7 تیم داماش گیلان. او و خرم حسینی بازیکن تکنیکی تیم داماش هستند. ضربه سر از سیروس صادقیان. رستمی در سمت راست. باز هم رستمی. محمد بختیاری. محمود آبادی یه لحظه توپش رو گرفت. سعید طالبی موقعیت خطرناک است برای تیم داماش. می‌رسن پشت مدافعان و حجت صدقی است که پوشش میده پشت مدافعان خودش که از بازیکن داماش هم ناراحت روی زمین افتاده. ارسالی که انجام شد از بین 3 مدافع و حجت صدقی بود که اونجا در نقش مدافع آخر عمل میکنه. سعید طالبی است که ناراحت روی زمین افتاده در بازی‌های این هفته مثل شهربابک و نفت مسجد سلیمان. از ساعت 4 امروز بازیشون شروع شده. هم چهره سعید اخباری با 2 شکست پیاپی برای برد به ورزشگاه خانگی خودشون اومدن. عرض می‌کردم خدمتتون شهراز شیراز از نفت و گاز گشتاران میزبانی میکنه. استقلال ملاسانی و خوش طلایی ساوه در ملاسانی به مصرف هم میرن. پارس جنوبی میزبان مثل سونگون هست. بازی که امروز برگزار میشه و دیگر بازی هم که فردا جمعه پیگیری خواهد شد. سعید طالبی باید با مجوز رسول اولیایی به
بازی برگرده. حسین خیری میخواد پرتاب بلند خودش رو انجام بده. چندمین مرتبه است که میخواد این پرتاب رو انجام بده. این بار کوتاه‌تر کارش رو دنبال میکنه. باز هم خیری کنارش یوسفی رو داره که مدافعان تیم چادرملو توپ رو پای یوسفی میکونه تا پرتاب برای چادرملو به دست بیاد. اتابک زارعی، محمود آبادی، یحیی زاده. از بین دو نفر اونجا نزدیک بود که توپش رو بگیره. در حال تماشای بازی دو تیم چادرملو اردکان و داماش گیلان هستیم. تا این دقیقه بازی 0-0 مساوی پیش رفته و یک قطعی هم داشتیم که حالا نمیدونم واقعا از آنتن بوده، این سرویس پخشمون بوده، چی بوده نمیدونم، چون اینترنت هامون اینجا امروز استثنا مشکلی نداره، یعنی اینترنت ها حداقل امروز خوبن، ولی آنتن گویا قطعا یا نه. بس خب یک رفرشی کنید یا به یکی گوشی وصل نمیدونم. اتفاق خاصی هم توی خب محمود آبادی قبلا حجت صدقی باید اتابک رو خود طاهران اجازه نمیدن که پاس رو به این سمت بفرسته. محمود آبادی، محمدی فر عقب‌تر، راه بسته است. علی رستمی اشاره میکنه که بفرستن برای اتابک در سمت چپ. بختیاری باز هم در سمت راست ترجیح میدن که پیگیری بکنن. ارسالی که انجام شد، حالا ارسال رو انجام میده سعید محمدی فر رو راحت اشکان توانا توپ رو درازکش در اختیار میگیره. ارسالی که انجام شد برای سعید محمدی فر به توپ رسید و ارسالش رو انجام قبل از اینکه توپ برسه به سعید علی یحیی زاده توپ رو جمع کرد. اشکان توانا ضربه سر از مدافعان تیم چادرملو. رستمی خطاش گرفته شد، کاملا مشهود بود خطای علی رستمی بر روی امیرحسین یوسفی. بیچن باید بازی رو آغاز بکنه، جدا شد ازش محمد رستمی. ارسال انجام میشه و محمد بختیاری ضربه سر اول رو میزنه. باز هم میانه میدان یک تا یک انجام شد بین محمود آبادی و یحیی زاده. خود محمود آبادی از یار مستقیم خودش هم رد شده، مجبور به خطا شد. محمد رستمی تا اولین کارت زرد رو روی حرکتی که بدین ترتیب انجام داد بگیر از آقای رسول اولیایی. کارت زرده که در دقیقه 38 محمد رستمی از رسول اولیایی دریافتش میکنه. محمد بختیاری هم اضافه شده، رفتن تا برن به فاز هجومی. خطایی که باید ارسال بکنه. فکر میکنم رضا محمود آبادی است که صادقیان بود که توپ رو ارسال کرد. محمد بختیاری که اونجا به توپ نرسید و خطاش هم اعلام شد از داور مسابقه. اشکان توانا فریادی میزن اونجا. علی نظر محمدی در کناره زمین
ارسال انجام شد. یه لحظه محمد بختیاری و سعید محمدی فر که توپ رو دور میکنن. خرم الحسینی، طالبی، خیری در سمت راست، انبساطی، خیری و توپیش که گرفتن ازش. علی رستمی در فاز هجومی کم تعداد هستن بازیکن تیم چادرملو. الان 9 نفر در منطقه دفاعی داماش هست. سفید پوشان داماش حضور دارن، تو بردن به منطقه راست جایی که سعید محمدی فر اونجا حضور داره. تو سر توپش رو زد، ارسال انجام شده. ضربه سری که مدافعان طی 2 مرحله میزنن. توپ میاد به سمت جایی که اتابک زارعی حضور داره. خود زارعی ارسال انجام شد، بلند هست و باز هم ضربه سر اول رو مجتبی بیژن میزنه. یک بار دیگه باید ارسال انجام بشه، این بار بلندتر و باز هم توپ برمیگرده. یک بار دیگه زارعی، فرصت برای تیم چادرملو. ضربه ای که با اختلاف اندک از بالای دروازه راهی اوت شد. موقعیتی که خطرناک بود برای چادرملو. توپی که اتابک زارعی بدین ترتیب ارسال کرد. ضربه سر رو هیچ کدام از مدافعان و مهاجمان نزدن. اونجا رضازاده بود که ضربه پرقدرتش رو راهی دروازه کرد و موقعیت خطرناک برای چادرملو رو به عدد 1 رسوند در این مسابقه. خوب موقعیتی رو به دست آورد و نتونست ازش استفاده بکنه. ابراهیم رضازاده. مشکلی پیش اومده برای اشکان توانا، اشاره میکنه که به وضعیتش داخل زمین رسیدگی بشه. آقای رسول اولیایی در بازی‌های فردا هم شهرداری آستارا میزبان مثل کرمان هست. از ساعت 15:30 3 بازی در ساعت 15:30 برگزار میشه. شهرداری آستارا مثل کرمان، آریو اسلامشهر و فجر سپاسی. خیبر خرم‌آباد و سایپا بازی فوق‌العاده حساس فردا هست که در خرم‌آباد انجام میشه و دریای بابل هم میزبان خلیج فارس ماهشهر هست در ساعت 16. ضربه دروازه از اشکان توانا. باز هم توپگیری از بازیکن تیم چادرملو. از بین 2-3 نفر در اونجا رد میشه رضا محمود آبادی و خطایی که اعلام شد بر روی سید علی یحیی زاده. صحبت میکنه حامد طباطبایی با داور وسط. یحیی زاده بود که همین که اومد دورش رو بزنه روش خطا کردن مدافعان تیم داماش. موقعیت خوبی برای چادرملو به دست اومده رضا محمود آبادی. پشت توپ حضور داره آقای پاس گل هست رضا محمود آبادی. و میتونه طوری ارسال بکنه که تعداد پاس های گلش رو افزایش بده. ببینیم چگونه ارسال میکنه. ارسال این بار به پشت سعید طالبی. کورنر برای چادرملو از سمت چپ بعد روی دروازه ارسال بشه. این بار اتابک زارعی مأمور زدن کورنر میشه. محمد بختیاری هم خودش رو رسونده به محوطه جریمه داماش. نزدیک شد حبیبی نژاد. ترجیح میده که بلند کار بکنه. ارسال انجام میشه. این ضربه سر که واسه توپ رسیده در سمت چپ به بازیکن تیم چادرملو. به عقب‌تر توپی که رسون به محمود آبادی. توپ رو کوبون به پای مدافع. قبلش هم آفسایدش اعلام شد. دچار مصدومیت شد مدافع تیم داماش روی ضربه‌ای که محمود آبادی راهی دروازه کرد. مشکل خاصی هم نداره. سعید دلاور رو به بازی برمیگرده. واسه اشکان توانا باید بازی رو آغاز بکنه.
ضربه سر باز هم از محمد بختیاری. محمود آبادی، اتابک زارعی یه لحظه با تک توپش رو گرفت. محسن انبساطی و خطاش رو اعلام کرد رسول اولیایی. چهل و پنجمین دقیقه بازی رو براتون گزارش میکنم. 2 دقیقه وقت اضافه رو میخواد نشون بده آقای رضا مرادی. حالا این کار رو انجام میده. صادقیان، محمدی فر پاسی که میخواست بندازه برای رستمی و هوشیار بودن مدافعان تیم داماش. پرتابه بلند سعید محمدی فر رو شاهد خواهیم بود. اشاره میکنه که همه برن داخل محوطه جریمه. کنارش هم سیروس صادقیان حضور داره. پرتابی که انجام داد برای محمود آبادی و عقب‌تر و توپی که گرفت محمد رستمی. صادقیان، رضازاده، محمود آبادی. توپ میاد برای حبیب نژاد سمت چپ. اتابک خالی هست. ها رو میارن به سمت چپ. سعید طالبی است که اونجا خودش رو میرسونه با ترک توپ رو دور میکنه. نظر محمدی رو که داره زمین ببینین چقدر تحرک داره سرمربی تیم داماش. ضربه سر از سیدعلی یحیی، توپ نرسید به رضا محمود آبادی. طالبی خواست لایی رو بندازه به علی رستمی، توپش رو گرفت. یحیی خود طالبی ناراحت روی زمین هست و اتابک زارعی با عصبانیت توپ رو به اوت میفرسته تا به وضعیتش رسیدگی بشه. همچنان سعید طالبی ناراحت روی زمین افتاده. دومین بار هست که مصدوم میشه. در شماره 7 تیم داماش گیلان. و یک بار دیگه باید زمین رو ترک بکنه از کنار زمین به بازی برگرده، البته اگه زمانی براش بمونه. آرام آرام داره حرکت میکنه و حالا دیگه میخواد زمین رو الان ترک کرد. انبساطی توپ رو تقدیم میکنه به حجت صدقی تا فرپلی رو رعایت کرده باشه. باز هم یحیی زاده ضربه سر رو محمد رستمی اونجا میزنه. توپگیری از بازیکن تیم داماش. یه لحظه اونجا طاهران توپ رو در اختیار گرفت. یحیی زاده موقعیت خطرناک است در سمت راست، جایی که حضور داره رضا زاده و عقب‌تر محمدی فر. حالا وارد محوطه جریمه شده. توپ رو خارج کرد از محوطه. خود محمدی فر در سمت راست ارسال انجام شد و نذاشتن یحیی زاده ضربش رو بزنه. اتابک زارعی و عقب‌تر علی رستمی ضربش رو زد. فرصت برای حبیبی نژاد، نذاشتن ضربه زنی بکنه خود هادی حبیبی نژاد در سمت چپ. اتابک زارعی ارسال انجام شد. این ضربه سر رو توپی که در اختیار گرفت دروازه‌بان تیم داماش و اعتقاد دارن که توپ به دست برخورد کرده. متفق القول همه بازیکنان تیم چادر ملوس تپاری رو هم میزنه که به جنجال و حواشی خاتمه بده. با هم ببینیم ارسالی که اتابک انجام داد و از این زاویه چیز مشخص نبود. اعتقاد داشتن که با دست توپ رو به زرده هم سمت داور یورش بردن. صحبت میکنه محمد بختیاری و کاپیتان علی طاهران. در نیمه اول 0-0 این بازی به پایان رسید. استراحتی کوتاهی میکنیم تا شروع نیمه دوم که در خدمت شما خواهیم بود. خب ما دوباره صدا رو قطع کنیم که مشکلات کپی رایت شامل حالمون نشه. تیم داوری رو مشاهده می‌فرمایید که در حال خروج از زمین هستن. حالا من داشتم اینجا به دوستان حاضر در دفتر میگفتم این مسئله رو به شما بگم. آدم بدی‌ها رو میگه خوبیام بگه دیگه. واقعا جا داره تشکر کنیم از
گزارشگر خوب یزدی که یک گزارش یک طرفه‌ای داشتن و برخلاف بسیاری از یک طرفه‌ای نداشتن و برخلاف بسیاری از گزارشگرها اونطوری جانبدارانه از تیم شهرشون گزارش نکردن. جا داره که ما هم ازشون تشکر کنیم. به نوبه خودمون دستشون هم درد نکنه و خستم نباشن. بریم سراغ کامنت ها. آرمان نیک میگه که مهاجم رو گذاشتن پست غیر تخصصیش توی دفاع، توپ رو درست نمیتونن دور کنن. یه امنامی نوشته که سید علی رو مفت از دست دادیم. البته سید علی بازیکنمون رو میگن، سید علی هاشمی رو نمیگن. سید علی یحیی زاده رو میگن در واقع این دوستان. کامنت های اینستاگرام هم ببینم میتونیم باز کنیم. خیلی باز و بسته کردن کامنت های اینستاگرام با این سیستمی که ما داریم پخش میکنیم پیچیده است. خب کامنت ها باز شد. یک سلام مجددی میکنیم به دوستانی که از اینستاگرام وارش اسپورت در حال تماشای تصاویر بین دو نیمه هستن. این نکته رو هم من عرض کنم که بازی ها و کلا برنامه‌های لایو با کیفیت بالاتر، تأخیر یا دیلی کمتر و در مجموع با قابلیت‌های بیشتر و بهتر در یوتیوب وارش اسپورت هم در حال پخشه. اگر ما رو تا این لحظه سابسکرایب نکردید توی یوتیوب میتونید برید سراغ استوری پیج اینستاگراممون یا از طریق لینکی که توی بایو هست وارد صفحه یوتیوبمون بشید و ما رو سابسکرایب کنید. شاید یک بازی میشه گفت که متعادل از دو تیم بودیم و حالا اواخر نیمه اول البته یزدی ها موقعیت‌های بیشتری داشتن، ولی خب در ابتدای نیمه مخصوصا موقعیت‌های داماش بیشتر بود. در کل یک بازی متعادلی داشتیم و امیدواریم که به هر حال اگر حتی داماش نتونست که 3 امتیاز این بازی رو بگیره، حداقل دست خالی از این دیدار بر نگرده. همینجوری که تصاویر استادیوم رو مشاهده می‌فرمایید، من یک طور دیگه ترکیب اولیه داماش رو براتون بخونم. البته روی صفحه هم دارید ترکیب رو مشاهده می‌کنید. اشکان توانا، حسین خیری، سعید دلاور، مجتبی بیژن، پژمان نجات، امید پورغنبری، سعید طالبی، امیرحسین یوسفی، محمد رستمی، آرمین انبساطی و سید محمد خرم‌الحسینی 11 نفر ابتدایی ترکیب ما بودن. دوستان کامنت ها رو داشتم میخوندم. توی یوتیوب هم ببینیم دوستان چه کامنت هایی داشتن. میلاد پورعلی نوشته که داماش واقعا نیاز به یک شوک داره که مشکل گلزنیش حل بشه. حالا نمیدونم چه شوکی، مربیمون رو که عوض کردیم دیگه، مربی و کادر فنی و مدیریت و همه چی که عوض شد. حالا منظورتون از شوک چی میتونه باشه اگه بنویسید، ما بقیه دوستان میتونیم بهتر متوجه بشیم. اگه به شوک بود، به اعتقاد من تا این لحظه باید دوچار این شوک میشدن واقعا. انتقادات زیادی به بازیکن‌ها داره توی یوتیوب میشه. حالا کامنت‌های انتقادی رو سعی میکنم که اونطوری واضح دیگه زیاد نخونم، ولی شما خودتون میتونید کامنت‌ها رو توی یوتیوب بخونید. توی اینستاگرام هم که کامنت‌ها رو باز گذاشتیم فعلا. سجاد نوشته که به نظرش مشکل تیم مشکل گلزنی نیست و بیشتر مشکل بازی سازیه. به اعتقاد من اگر باشه که خب مشکلات خیلی زیادی داریم، یعنی یکی دوتا مشکل نداریم. توی اینستاگرام یکی گفته که بازی چند بازی 0-0 دوستان. آقای رضا رسولی یا سجاد اس
بازی 0-0. ما از این سیستم پخشی که استفاده میکنیم به این شکله که تصویر رو حالا به هر طریقی باید از استادیوم بگیریم، حالا شده آنتن، آپارات، نمیدونم دوربین مستقیممون، هر چیزی که هست، تصویر رو میدیم به سرویس های استریمینگ و از اونجا دوباره تصاویر به یوتیوب و صفحه اینستاگراممون پخش میشه. به خاطر اینکه میخوایم همزمان توی اینستاگرام و یوتیوب پخش کنیم، مجبوریم که از یک سرویس واسطی استفاده کنیم و این سرویس واسط گاهی اوقات به مشکل میتونه بخوره. یکی از دلایلی که اصرار داریم که دوستان تشریف بیارن و از توی یوتیوب بازی رو مستقیم ببینن اینه که سعی کنیم که کم کم این سرویس واسط استریم رو حذف کنیم. اسمش هم میروله، حالا شاید شنیده باشید. چون بابت این سرویس واسط هم ما تأخیر بیشتری داریم، هم این قطعی‌ها گاهن رخ میده و همین که ما متحمل هزینه میشیم، یعنی مجبوریم که ماهیانه چند صد هزار تومان، گاهی اوقات بیشتر، نزدیک 1 تومن در ماه میشه معمولا، هزینه کنیم که این بازی ها رو بتونیم پخش کنیم از دو جا. یکی از دلایلی که ما اصرار میکنیم که دوستان تشریف بیارن و بازی رو از یوتیوب ببینن همین قضیه هم هست که کیفیت پخش بالاتر بره و این سیستم های واسط رو هم بتونیم حذف کنیم. آرمان نوشته که نگفتم مهاجم رو گذاشتن دفاع. میگه احساس میکنم که در واقع هر کسی انگار پست خودش نیست، در واقع صحیح دارن بازیکن‌ها بازی نمی‌کنن. توی بخش چت یوتیوب گفته آرمان. نمیدونم حالا چند دقیقه از نیمه گذشته دوستان، حالا تا حدود 8 دقیقه از نیمه گذشته، حدود 7 دقیقه دیگه باید پخش نیمه دوم رو شروع کنیم. یه سلامی میکنم به جهانگیر عسکری که اومده توی لایو اینستاگراممون. جهانگیر جان شما دیگه چرا، شما بیا یوتیوب ببین دیگه. مخلصیم، به امید برد. جهانگیر عسکری بازیکن پیشین خوبمون میگه به امید برد. ما هم امیدواریم که همین اتفاق بیفته، هرچند که به هر حال بازی خارج از خونه است و تساوی هم برای ما نتیجه بدی نیست. اگر بتونیم تساوی هم کسب کنیم به عقیده من کار مثبت و خوبیه. بله محمد جان، محمد شعبانی پرسیده که بین دو نیمه است. بله بین دو نیمه است و بازی حدود 5 دقیقه دیگه شروع میشه و به محض اینکه بازی شروع بشه حتما ما بازی رو برای شما پخش خواهیم کرد. یه تشکری هم بکنیم از حدود 250 نفری که به صورت لحظه‌ای اومدن و بازی رو از توی یوتیوب دیدن. فکر میکنم که آمار اینستاگراممون هم 1000 خورده نفر بوده باشه. البته به صورت زنده فکر نمی‌کنم که آمار رو بشه فهمید، یعنی سیستمی برای این جریان نداریم. باید بعد از بازی ببینیم که چند نفر اومدن و توی اینستاگرام بازی رو دیدن. ولی عرض میکنم هر جور حساب کنید از نظر کیفیت و سرعت پخش و پارامترهای مختلف، واقعا تماشا کردن توی یوتیوب خب طبیعتاً بهتره. دوستان بازی 0-0 پرسیدن که بازی چند بازی 0-0 بین دو نیمه است و امیدواریم که به هر حال داماش بتونه در بدترین حالت ممکن حداقل امتیاز رو بگیره، در حالت خوبم که بتونه پیروز این میدان باشه. روبرو هواداران یزدی رو مشاهده می‌کنید که اومدن تیم خودشون رو تشویق کنن. یکی دو تا از بچهای داماشی هم من میدونم که بینشون نشستن توی گروه وارش اسپورت توی تلگرام پیام گذاشته بودن که رفتن و بازی رو ببینن، ولی خب مجبور شدن که بین هوادارهای یزدی بشینن. نیمه اول استقلال آبی پوش با خوش طلایی حالا اردبیل ساوس یا هر جایی که هست 0-0 کرده.
خوشه طلایی هم یه تیم عجیب غریبه دیگه، ما هنوز نفهمیدیم که به هر حال متعلق به کجاست، یعنی امتیازش مال یه جاست، یه جای دیگه تمرین میکنه، بعد بازیاش ور دیگه، بازیکناشون هم فکر کنم خیلی سرگردون شدن. فکر میکنم بازی 3-4 دقیقه دیگه شروع بشه. البته هنوز بازیکن‌ها توی زمین نیومدن. ازتون خواهش میکنم که از دوستانتون دعوت کنید که بیان و بازی رو توی یوتیوب یا اینستاگرام تماشا کنن. به هر حال دیدن بازی‌ها کنار هم معمولاً مزه بیشتری میده. چند نفرم توی زمین دارن خودشون رو گرم میکنن. فکر میکنم نمیدونم بازیکنای ما هستن یا بازیکنای حریف. من به خوبی توی این صفحه‌ای که جلوم هست دارم نمیبینم. یکی از دوستانم میلاد پورعلی توی یوتیوب گفته که به صورت کلی یکی دو تا بازیکن مهاجم گلزن باید می‌داشتیم. حالا میگم کامنت های دوستان خیلی اوقات طولانی تره، شما میتونید خود کامنت ها رو توی یوتیوب ببینید. برخلاف اینستاگرام قسمت چت در زمان پخش بازی توی یوتیوب بازه، یعنی حین بازی هم شما میتونید کامنت بذارید، کامنت ها توی تصویر هم نمیاد و حین بازی به هر حال اونجا میتونیم با هم صحبت کنیم. ولی توی اینستاگرام به خاطر اینکه قسمتی از تصویر رو میگیره ما مجبوریم که کامنت ها رو ببندیم. دیگه نیازی به تاکید مجددم نیست که چه مشکلاتی داره پخش توی اینستاگرام. هادی مهدیزاده ممنونم ازت، دم شما هم گرم که تماشا میکنید و امیدوارم منم مثل شما که بازی رو ببریم. حالا به هر حال تماشای بازی، برد و باخت، اینا همه بهونه هستن و اینکه ما در کنار شماییم و با هم داریم بازی ها رو میبینیم به هر حال چیزیه که ما رو خوشحال میکنه و هر هفته بهمون امید میده که پشت میکروفون و جلوی دوربین قرار بگیریم. من یکی دو دقیقه میرم، البته تصویر رو قطع نمی کنم، دوباره با شروع نیمه دوم باز خواهم گشت. خب من برگشتم. کامنت های اینستاگرام رو هم ببندم چون بازیکن‌ها داورا به هر حال دارن وارد زمین میشن. امیدوارم که کامنت بسته شده باشه، من دارم نمیبینم. اگر کامنت ها بازن که دوستان بیان بگن. بستن؟ خیلی خوب. تیم چادرملو رو میبینیم که وارد زمین شدن. تیم داماش هنوز وارد نشده. تیم داوری هم داره وارد زمین میشه. یک تعویض هم همین ابتدای بازی گویا انجام شد، حالا نمیدونم، احتمالاً مال تیم چادرملو بوده. فقط در مورد هفته آینده نکته رو خدمتتون بگم که داماش هفته آینده باید با آریو اسلامشهر توی ورزشگاه ازادی رشت بازی کنه. بازی قرار چهارشنبه باشه ساعت 4 بعد از ظهر. اینم در مورد بازی هفته آیندهمون. صدای استادیوم هم هنوز وصل نشده و دارن آهنگ پخش میکنن، به خاطر همین من صدا رو وصل نمی کنم که به هر حال حالا مشکلات کپی رایتی شاملمون نشه. حالا گویا منتظرن که بازیکنای داماش هم وارد زمین بشن. بازیکنای چادرملو رو می‌بینیم که خودشون دارن گرم می‌کنن. هفته پیش هم اگر اشتباه نکنم نیمه دوم به همین شکل شده بود، یعنی داماش دیر بازم وارد زمین شده بود. حالا قضیه چیه اطلاعی واقعا ندارم. امیدوارم که این قضیه در دراز مدت به هر حال مشکلی برای ما ایجاد نکنه. حالا چرا بازیکنامون دیرتر وارد زمین میشن معلوم نیست. دو تا از بازیکنامون رو می‌بینیم که الان وارد زمین شدن و تیم
کم کم داره وارد زمین میشه. حالا البته نمیدونم، من که تایمر نگرفتم، شاید هم اونا زودتر اومده باشن، ولی معمولا داور به موقع میاد. حالا اتفاق عجیبیه که در مورد تیم داماش هر هفته میفته. محمد رستمی هم دیدیم که عذرخواهی انگار کرد از بازیکن‌های اونا، یعنی من برداشتم چنین چیزی بود که معطل شدن و بازی هم شروع شد. صدای گزارشگر هنوز وصل نشده، به محض اینکه صدای گزارشگر وصلم بشه خیلی خوب، صدا الان اومد، من دیگه صحبتی نمی‌کنم که شما صدای گزارشگر بازی رو بشنوید. از قاب سایت آنتن دیدار دو تیم چادرملوی اردکان و داماش گیلان رو از هفته دهم رقابت‌های لیگ دست اول باشگاه کشور جام آزادگان از ورزشگاه شهید نصیری یزد دنبال می‌کنین. بازی در نیمه اول 0-0 مساوی به پایان رسید و فقط 2 موقعیت جدی روی دروازه‌ها ایجاد شد. یکی سهم داماش بود و دیگری سهم چادرملویی که استفاده نتونستن ببرن. سعید محمدی فر باید پرتاب قوتش رو انجام بده از سمت راست، دورخیزش رو انجام داده. حالا پرتاب بلند انجام میشه، ضربه سر از مدافعان تیم داماش رضا محمود آبادی ضربهش رو زد. موقعیت برای تیم چادرملو، آفسایدی که گرفت محسن دوستان از مهاجم چادرملو. ضربه که زد ضربهش رو راهی دروازه کرد. در تیم چادرملو حجت صدقی، سعید محمدی فر، محمد بختیاری، سیروس صادقیان، علی طاهران، اتابک زارعی، علی رستمی، حبیبی نژاد، رضا زاده، محمود آبادی و سید علی یحیی زاده نفرات آقای سعید اخباری بودند که در نیمه اول به زمین فرستاد و دوستان اگر رفرش کنن آره ممنون میشیم. ببینیم مشکلی که توی پخش به هر حال چیه. بین دو نیمه مشکلی نبود. جالب اینه من احساس میکنم لحظه با کیفیت بالا توی آنتن این مشکل ایجاد میشه. اینترنتمون که مساعدت میکنن و داور چهارم فکر کنم خود آنتن با بعضی از کیفیت‌ها به مشکل میخوره، چون ما میخوایم با کیفیت بالاتر پخش کنیم. انجام شد و که با اختلاف کم از کنار دروازه راهی اوت میشه. توپی که علی رستمی ارسالش کرد روی پاسی که براش جفت و جور کردن، ارسالی که مستقیم روی دروازه ارسال شد و با اختلاف کم به بیرون رفت. ضربه سر از سعید محمدی فر روی سر سعید طالبی، ضربه سرش رو میزنه بجمن نجات. صادقیان، پرتاب برای داماش گیلان. بجمن نجات باید پرتابش رو انجام بده، پرتاب رو انجام داد. توپی که رسید به سعید طالبی و خطا رو گرفت از کاپیتان تیم چادرملو علی طاهران. یه تذکر جدی هم بهش میده رسول اولیایی به علی طاهران. موقعیت در سمت چپ به دست اومده برای تیم داماش. سعید طالبی پشت توپ قرار گرفته، موقعیتی که میتونه خطرساز باشه برای تیم چادرملو. روی ارسال‌های خوبه سعید طالبی ارسال انجام شد، بلند هست، ضربه سر رو هم زد که حجت صدقی توپ رو به کورنر فرستاد. ضربه سری که اونجا راهی دروازه چادرملو کرده، بدین ترتیب حجت صدقی
توپ رو راهی کورنر میکنه. کورنر باید توسط پژمان نجات روی دروازه ارسال بشه. خودش باید با پای چپ توپ رو روی دروازه ارسال بکنه. موقعیت خطرناک است. ارسال انجام شده. سیدعلی یحیی‌زاده توپ رو دور میکنه. مسلمی جاوید باز هم ارسال یک بار دیگه انجام شده. خطا کرد دیگه روی مدافع مستقیم خودش. کاملا مشخص بود. خودش هم سریع بر میگرده به پست خودش. رستمی جاوید لحظه توپ رو از دست دادن. توپ رسیده به سعید طالبی. می‌خواست لای رو بندازه به سعید محمدی فر. موفق نبود. حبیبی نجات رد کرد خرم‌الله حسینی رو. توپ رو رسوند به علی طاهران. محمود آبادی میبره به سمت چپ جایی که رستمی اونجا حضور داره. سر توپش رو هم زد. ارسال انجام شد و کورنر برای چادرملو. تعویض از تیم داماش گیلان باید انجام بشه. 19 به جای 7. 19 به جای 17. رضا پور مهدی رو میخواد به بازی بفرسته به جای امید پورغنبری. خارج کرد شماره 19 خودشون رو و امیرحسین یوسفی رو هم خارج میکنه و رضا زاهد تبار رو به بازی میفرسته. کورنر بعد ارسال بشه روی دروازه داماش. ارسال انجام شد. ضربه سری که واسه مدافعان به کورنر میفرستن. محمد مسلمی جاوید رو من دیدم لحظه‌ای در زمین فکر کنم به جای رضازاده وارد زمین شده. درگیری اینجا هست بین بازیکنان دو تیم. یک بار دیگه ارسال انجام شد. ضربه سری که باز هم حسین خیری میزنه و دروازه‌شون رو از خطر دور میکنه. پرتاب چند متر عقب‌تر باید انجام بشه. رستمی عقب‌تر با سعید محمدی فر. بختیاری یک بار دیگه راه به دوستانش کمک میکنه. در سمت چپ موقعیت برای بازیکن چادرملو. ارسال انجام شد و توپی که با اختلاف کم از کنار دروازه راهی اوت میشه. توپی که علی رستمی ارسالش کرد روی پاسی که براش جفت و جور کردن. ارسالی که مستقیم روی دروازه ارسال شد و با اختلاف کم به بیرون رفت. ضربه سر از سعید محمدی فر روی سر سعید طالبی. ضربه سرش رو میزنه پژمان نجات. صادقیان پرتاب برای داماش گیلان. پژمان نجات باید پرتابش رو انجام بده. پرتاب رو انجام داد. توپی که رسید به سعید طالبی و خطا رو گرفت از کاپیتان تیم چادرملو علی طاهران. یه تذکر جدی هم بهش میده رسول اولیایی به علی طاهران. موقعیت در سمت چپ به دست اومده برای تیم داماش. سعید طالبی پشت توپ قرار گرفته. موقعیتی که بتونه خطرساز باشه برای تیم چادرملو. روی ارسال‌های خوبه سعید طالبی ارسال انجام شد. بلند هست. ضربه سر رو هم زد که حجت صدقی توپ رو به کورنر فرستاد. ضربه سری که اونجا
راهی دروازه چادرمالی کرده بدین ترتیب حجت صدقی توپ رو راهی کورنر میکنه. کورنر باید توسط پژمان نجات روی دروازه ارسال بشه. خودش باید با پای چپ روی دروازه ارسال بکنه. موقعیت خطرناک است. ارسال انجام شده. سیدعلی یحیی توپ رو دور میکنه. از چند متر جلوتر باید پرتابش رو انجام بده پژمان نجات. پور مهدی عقب‌تر. رستمی اینجا توپ گیری میکنه و باز هم در خط دفاعی متزلزل دارن نشون میدن. بالاخره جمع جورش کردن. توپ رو سعید دلاور. بختیاری توپ رسیده به بازیکن داماش در سمت راست. اجازه نفوذ رو نداد اتابک زاری. اصلا پرتاب رو انجام میدن. پشت محوطه موقعیت داره ایجاد میشه برای تیم داماش که اجازه رو بهش نداد علی رستمی. مسلمی جاوید عقب‌تر با سیرس صادقیان میبره به سمت راست، جایی که سعید محمدی فر اونجا حضور داره. خود محمدی فر میاره رو پای چپش. ارسال انجام شد. این ضربه سر و گل! یه گل زیبا است. بازیکن تیم چادرمالی اردکان روی ارسال بی‌نقص سعید محمدی فر با پای چپ. یک بار دیگه با هم ببینیم ارسالی که با پای چپ بدین ترتیب انجام داد و این ضربه سر بی‌نقص دروازه رو باز کرد. گلی که سیدعلی یحیی زاده به ثمر رسوند تا 4 گله بکنه. خودش رو و از جمع 3 گله ها رها بکنه. از پویا گلدوس، یاسر فیضی، رضا آقابایی و عباس بوهزار که فقط یه دونه ر داشت. فعلا 4 گله هست. سیدعلی یحیی زاده در بازی همزمان هم مثل شهربابک با نفت مسجد سلیمان 1-1 مساوی هستن و شهرزاد شیراز و نفت و گاز گشتاران هم بدون گل مساوی است بازیشون. خطایی که اعلام شد روی بازیکن تیم چادرمالی. سیدعلی یحیی زاده که حتی که سعید اخباری جذبش کرد خیلی انتقاد روش بود روی سنش و عملکردش که الان خودش رو ثابت کرده به منتقدان خودش. با 4 گل زده در صدر جدول گلزنان قرار گرفت سیدعلی یحیی زاده به طور مشترک. حجت صدقی باز صادقیان طالبی یک بار دیگه سعید محمدی فر توپشو گرفت. خرم الحسینی در عمق هم میفرسته و اونجا حجت صدقی انتظار توپ رو میکشه. حالا توپ رو دیگه با دست برمیداره. حالا نوبت رسیده بازیکن چادرمالی که با طمأنینه بازی رو شروع بکنه. حجت صدقی ضربه سر از سیدعلی یحیی زاده. محمود آبادی رضا قاطی کرد با مسلمی جاوید. خود محمود آبادی و عقب‌تر با سعید محمدی فر توپگیری انجام شده است.
کاپیتان تیم داماش. صدقیان به عقب‌تر با حجت صدقی. حجت صدقی هم با این کلینشیتی که داشت، ششمین کلینشیت خودش رو ثبت. با این نتیجه چادرملو اردکان میره و رتبه دوم رو از خیبر پس میگیره و منتظر بازی فردای خیبر و سایپا خواهد موند. تعویض بعدی باید در تیم داماش انجام بشه. محسن انبساطی رو هم از بازی خارج کرد و علیرضا مصطفایی رو به زمین فرستاد. سه تعویضش رو انجام دادی تا این لحظه. آقای نظر محمدی، حسین خیری رو داره پیش میبره. خود خیری به عقب‌تر، که رستمی اونجا حضور داره. بیارن به سمت چپ برای پژمان نژاد، دفاع چپ خودشون. خرم الحسینی، طالبی هم اونجا حرکت کرده. خود خرم از بین سه نفر توپ رو میندازه برای طالبی. موقعیت خطرناک است، پشت محوطه کسی نبود. مسلمی جاوید توپ گیری میکنه. سریع باید بازی رو ببرن به فاز هجومی از سمت چپ. یحیی زاده اینور خالی هست. حبیبی نژاد، اگه یحیی زاده ببینه که توپ رو ازش گرفتن مدافعان داماش. اشکان، محمد رستمی، بختیاری توپ رو دور میکنه. استاپی که انجام داد اونجا مدافع تیم داماش از بین سه نفر پاسش رو میخواست برسونه به مهاجم خودشون که موفق نبود. نجات عقب‌تر با اشکان توانا. رستمی سمت راست اونجا موقعیت خطرناکه. تا که زارعی حضور داره، توپ راهی اوت میکنه. پرتاب برای تیم داماش گیلان در دقیقه 62. محمد بلبلی رو میخواد به زمین بفرست. سعید اخباری موقعیت همچنان برای داماش گیلان اونجا در حال پیگیری بود که خطایی هم مرتکب نشدن بازیکن تیم چادرملو. از بین چند نفر محمد بختیاری توپ رو برداشته و داره میره جلو. حالا پاس رو به خود بختیاری دادن. پاسش بد بود و به مسلمی جاوید نرسید. حرکتش خیلی خوب بود، چند متر رو با توپ حرکت کرد و در نهایت توپ رو از دست داد. جاش هم حالا خالی هست. واسه هم بازیکن تیم داماش بدون خطا توپشون رو میگیرن. حبیبی نژاد با محمود آبادی یه دور میزنه. عطابک زارعی، مسلمی جاوید از بین دو نفر موفق‌تر. صادقیان، مسلمی، طاهران، صدقی، باز هم صادقیان میبره برای رستمی. تکتیک زد اونجا، توپ رو در اختیار گرفت علی رستمی. موقعیت داره ایجاد میشه برای تیم چادرملو. زدن هادی حبیبی نژاد رو و این کار رو بازیکن تازه واردشون علیرضا مصطفایی انجام میده. یک بار دیگه با هم ببینیم. توپی که رسوندن به حبیبی نژاد رو با دست مرتکب خطا شد علیرضا مصطفایی. درگیری داره ایجاد میکنه اونجا پژمان نژاد با سعید محمدی فر. خط و نشون داره براش میکشه. عذرخواهی پژمان رو قبول نکرد. سعید محمدی فر رو پژمان قبول نکرد. تابرو در سمت چپ در خط دفاعی قرار بگیره. ارسال برای خود سعید محمدی فر. رو پای چپش هست. باز هم ارسال این بار بلند هست و راحت در اختیار اشکان توانا قرار میگیره. عطابک زارعی موفق‌تر تا این لحظه. مصطفایی توپ رو رسون به بازیکن همدسته. سمت راست اونجا خالی هست. موقعیت خطرناک هست برای بازیکن تیم داماش. ارسالی که انجام شده. طاهران توپ رو دور میکنه.
مسلمی جاوید باز هم بازیکن داماش پشت محوطه. یک بار دیگه پور مهدی اونجا میتونه صاحب توپ بشه که بختیاری توپ رو نصف و نیمه دور کرد. یک بار دیگه در سمت راست صاحب فرصت هستن به عقب‌تر. رستمی میبرن به سمت چپ جایی که پژمان نجات حضور داره. محمد فر روبرش قرار گرفته به عقب‌تر. بیژن راهها بسته است و با سعید دلاور در خط دفاعشون کار میکنن. حالا میارن به سمت راست، موقعیتی که یک دویی که انجام شد، ضربه‌ای که زده باز هم حجت صدقی توپ رو مهار کرد. سمت چپ موقعیت باز هم در اختیار داماش هست، ارسال انجام شد، ضربه سری که مدافعان میزنن و مسلمی جاوید به کمکشون میاد. حربی نژاد و کامل زدش دیگه، کامل خطا روش مرتکب شد مجتبی بیژن تا از این ضد حمله جلوگیری بکنه. حالا دست به تعویض زد سعید اخباری هادی حبیبی نژاد رو که ناراحت روی زمین افتاده رو میخواد تعویض بکنه و محمد بلبلی رو به زمین بپرسه. با هم موقعیتی نشته ششمش رو حفظ کرده باشه در این بازی. هم صحنه‌ای بود که روی هادی حبیبی نژاد بدین ترتیب خطا رو مرتکب شد مجتبی بیژن تا از ضد حمله چادرملو جلوگیری بکنه. اتابک زارعی در سمت چپ یه دور میزنه و به عقب‌تر با این بار خطا رو نگرفت روی علی رستمی. ضد حمله برای بازیکن تیم داماش 5-4 هستن، میبرن به سمت راست، موقعیت خطرناک است به عقب. حجت صدقی باید بازی رو آغاز بکنه. بلند جاوید همچنان شاید توپ هست که توپش رو میگیرن بازیکن تیم داماش. سعید طالبی اونور حرکتش رو انجام داده، یه لحظه لیز خورد و توپ رو از دست داد. محمود آبادی، رستمی، خرم‌الحسینی از پشت میاد و با خطا توپ مسلمی جاوید رو گرفت. یاره شماره 10 تیم داماش بدین ترتیب توپی که رسوندن به مسلمی جاوید از پشت اومد و پای راست مسلمی جاوید رو زد تا خطا اعلام بشه برای چادرملو اردکان. توپی که بلند ارسال کردن و راحت در اختیار گرفت اشکان توانا. سریعا بازی رو آغاز میکنه خود توانا. صادقیان ضربه سر اول رو میزنه، نرسید، استاپش خوب نبود و سید علی یحیی زاده به توپش نرسید. اوچ برای تیم داماش. مصطفی واگذار کرد به پژمان نجات. خود نجات، خرم‌الحسینی با خطا توپش رو این بار رستمی میگیره. خطا اعلام شد روی سید محمد خرم‌الحسینی. از سمت راست بازیکن تیم داماش ارسال رو انجام میدن. ضربه سر اول از محمد بختیاری. عقب‌تر محمد رستمی با طرف راست خودشون کار میکنه. یک بار دیگه ارسال پشت مدافعان و باز هم آفساید اعلام شد. در تله آفساید مدافعان تیم چادرملو گیر افتادن مهاجمان تیم داماش گیلان. سید حسین حقشناس رو
من میبینم کنار آقای نظر محمدی که میخواد اون رو هم به بازی بفرسته و این بار حجت صدقی احساس ناراحتی میکنه. آیا اولیایی مجوز ورود کادر پزشکی تیم چادرملو اردکان رو هم به زمین میده تا به وضعیت حجت صدقی رسیدگی بشه. دروازه‌بان کرمانی تیم چادرملو اردکان که سابقه حضور در تیم‌های سپاهان، ملوان و پیکان رو در کارنامه داره و عضو تیم ملی جوانان و امید کشورمون هم بوده در سالیان قبل. بالاخره بعد از چند لحظه تأخیر و رسیدگی به وضعیت حجت صدقی باید بازی رو خودش آغاز بکنه. بلند به زمین حریف فرستاد که باز هم مدافعان توپ رو برگردوندن. پشت محوطه یحیی زاده صاحب توپ شده، میبره به سمت چپ. موقعیت داره ایجاد میشه برای چادرملو. ارسالی که انجام شده، باز هم اشکان توانا توپ رو در اختیار گرفت. سریع هم بازی رو آغاز میکنه. سمت چپ علیرضا مصطفی میبره وسط، همچنان صاحب توپ هست. رستمی از سمت راست این نفر از پیش رو برداشت، پاسش رو هم داد به خرم حسینی که همچنان صاحب توپ هست. طالبی موقعیت خطرناک است. خرم حسینی اونجا یه دور زد، مدافع تیم چادرملو توپ رو در اختیار گرفت، باز هم جالب دور نکردن. همچنان موقعیت برای تیم داماش، ضربش رو هم زد که راحت توپ رو در اختیار میگیره حجت صدقی. قصد گل خوردن نداره در این مسابقه تا شومین کلینشیتش رو هم حفظ کرده باشه. دو تعویض برای داماش در راه هست. مصطفی آقاجانی و سید حقشناس رو میخواد به زمین بفرسته. پژمان نجات رو دفاع چپ خودشون رو که داشت درگیری و حاشیه ایجاد میکرد با سعید محمدی فر ترجیح میده بیرون بکشه. با همینطور بازیکن خوش تکنیک خودشون سعید طالبی رو خارج کرد از زمین. علی نظر محمدی پرتاب برای بازیکن تیم داماش. توپ رو در اختیار بازیکن چادرملو قرار میدن به رسم فرپلی. صدقی ارسال این بار به سمت چپ محوطه جریمه تیم داماش و باز هم ضربه سر از مدافعان تیم داماش. مسلمی جاوید در سمت راست سعید محمدی فر. خود محمدی فر همچنان داره توپ رو پیش میبره. یه لحظه از پشت اومد و پاشو زد. حالا اینکه خطا بود یا نه به عهده آقای رسول اولیایی. محمد بلبلی اونجا حضور داره و خطا رو میگیره از مدافع مستقیم خودش. بازیکنی که سابقه پوشیدن پیراهن استقلال رو در کارنامه داره، شماره 95 چادرملو، که حالا این خطا رو گرفت از مدافع مستقیم خودش. محمود آبادی اومده در این سمت تا ارسال بکنه این توپ رو روی دروازه تیم داماش گیلان. عرض کردم آقای پاس گل هست در لیگ دست اول تا این لحظه. خود محمود آبادی ارسال انجام شد، این ضربه سر و گل. گل دوم کاپیتان علی طاهران به ثمر میرسونه تا رضا محمود آبادی هم در جدول آقای پاس گل بتونه
خودش رو بالا بکشه، روی 2 ارسال و 2 ضربه سر تونستن دروازه رو باز بکنن. حالا در آغوش سعید اخباری قرار میگیره کاپیتان تیم چادرملو، همینجور داره همه رو بغل میکنه. علی طاهران فضل فاطمی رو اونجا در آغوش گرفت، ارسالی که انجام شد و باز هم در میانه محوطه 5.5 متر بود که بلند شدن، ضربه سرشون رو تبدیل به گل کردن بازیکن تیم چادرملو اردکان. 2-0 تا این لحظه 75 دقیقه از زمان بازی سپری شد. و با این دو گل باز هم تو روز شد. سعید اخباری ارسالی که محمد بلبلی خیلی دیگه بلند بود، ارسالشو از اونور توپ رسیده به بازیکن داماش. آخرین برد آقاجانی توپشو گرفتن. بلبلی، یحیی زاده، خود بلبلی، صفایی، خیری از سمت راست باید خطرناک داشت میشد که اتابک زارعی مقاومت کرد. باز هم کاپیتان داماش محمد رستمی، خود رستمی در میانه میدان، عقب‌تر با مجتبی بیژن سمت چپ حضور داره. آقاجانی ارسال رو انجام داده که ضربه سر رو زدن مدافعان تیم چادرملو. محمدی فر، بلبلی میخوام برم به فاز حمله. مسلمی جاوید اونجا توپ رو در اختیار داره. به عقب‌تر سعید محمدی فر، سمت چپ رضا محمود آبادی خالی بود، ارسال رو انجام دادن برای محمود آبادی. خوب دید اون سمت رو سعید محمدی فر. عقب‌تر اتابک زارعی، محمود آبادی میاره به وسط، چه پاسی داد رضا محمود آبادی. محمد بلبلی میتونه ارسالش رو انجام بده سمت راست. محمدی فر خالی هست، خود بلبلی، یحیی زاده، یک بار دیگه خود یحیی زاده میتونه ضربهش رو بزنه. خود یحیی زاده همچنان یحیی زاده و توپی که با اختلاف کم 1-2 که اینجا انجام شد بدین ترتیب استاپش رو کرد، دورش رو هم زد و با این کات بیرون پا ضربهش رو راهی دروازه کرد سید علی یحیی زاده. توپ خورد به دست سعید دلاور و خط هندش رو گرفت. داور اعتراضش هم یک کارت زرد رو براش داشت. دومین اخطاری این دیدار هم از داماش گیلان هست تا این لحظه. عباس زراعتکار تعویض بعدی سعید اخباری هست. که تا لحظاتی دیگر باید به زمین مسابقه بره. صدقی بلند پشت محوطه، ضربه سر از مدافعان تیم داماش. پرتاب برای سعید محمدی فر، پرتابای بلندی که میتونه اونجا
خطرناک باشه برای تیم داماش. دورخزا انجام داده. محمدی فر یک تا یک اونجا میخواست با بلبلی انجام بده. به هر ترتیب توپ همچنان حفظ شده برای چادرملو. مسلمی جاوید از بین دو نفر عبور کرده. خود مسلمی توپ رو میبره به سمت راست. یحیی زاده استاپش رو کرد. پشت محبت رستمی میبره به سمت چپ. اتابک زارعی ارسال از خود اتابک. خودش رو رسوند و توپی که به تیر کوبون سیدعلی یحیی زاده. این موقعیت هم از دست بره برای تیم چادرملو. ارسال خوبی که انجام داد اتابک زارعی. بدین ترتیب بود که ضربه سرش رو زد یحیی زاده و نتونست گل بعدی رو به ثمر برسونه. محمدی فر بلبلی دست بردار هم نیستن بازیکن تیم چادرملو. خود بلبلی پشت محوطه از بین دو سه نفر عبور کرد و اعتقادی به خطا نداره. رسول اولیایی داماش در فاز هجوم. خرم‌الحسینی سمت راستش خالی هست. توپش رو گرفتن. یه لحظه تعلل باعث شد که توپش رو بگیرن. خودش هم ناراحت روی زمین افتاده. یک بار دیگه توپ رو ارسال کردن برای علی طاهران و خودش توپ رو به بیرون فرستاد. کار قشنگ علی طاهران تا به وضعیت خرم‌الحسینی رسیدگی بشه. گلزن خودش رو بیرون میکشه. سعید چادرملو تا این لحظه خوشو بشی هم میکنه با علی نظر محمدی و بالاخره زمین رو ترک کرد و عباسی زراعتکار وارد زمین شد. پرتاب با بازیکنان تیم داماش و توپ رو در اختیار حجت صدقی قرار میدن به رسم فرپلی. دو دقیقه از زمان بازی سپری شده. 2-0 پیش افتاده تیم چادرملو در خانه. یک بار دیگه محمد بلبلی اونجا کنترلش کردن. دو مدافع و یک دروازه‌بان از داماش گیلان. سریع توپ رو شروع کرد اشکان توانا. خرم‌الحسینی مزاحمش هست علی طاهران. یه دور میزنه. همچنان خرم‌الحسینی میبره به سمت راست. اونجا جای اتابک هم خالی هست. محمود آبادی هم اونجا حضور داره. توپی که رسید به بازیکن تیم داماشو. کورنر برای این تیم. کورنر رو این بار از سمت راست باید روی دروازه چادرملو ارسال بکنن. موقعیت خطرناکی که میتونن ایجاد بکنن. ارسال انجام شد. این ضربه سر توپی که سعید محمدی فر در اختیارش میگیره. سریع هم بازی رو داره آغاز میکنه. با چه سرعتی میخوان ضد حمله رو انجام بدن و خطا رو گرفت از سعید محمدی فر. دست به جیب هم شده و این کارت زرد برای شماره 2 تیم چادرملو اردکان سعید محمدی فر. دقیقه 84 بود که بدین ترتیب قشنگ پا رو هم زد و کارت زرد رو گرفت. رقص نوری که دارن از سمت چپ باید توپ رو روی دروازه ارسال بکنن. مراقبت نفر به نفر در محوطه جریمه چادرملو. ارسال انجام میشه و مشتش کرد. حجت صدقی توپ رو دور میکنه. پرتاب برای بازیکن داماش. رو سریع دورش کرد مدافع تیم چادرملو. سعید دلاور توپ رو برگردوند.
یک بار دیگه در سمت راست باید خطرناک است. ارسال خیلی بلند بود و بی ثمر به بیرون رفت. هشتاد 85 دقیقه پشت سر گذاشته شد. چادرملوی اردکان 2 داماش گیلان 0. حجت صدقی باش ضربه بلندش که میره به زمین داماش. ضربه سر اول از حسین خیری حتی گرفته شده است. عباس زراعتکار بر روی حسین خیری. باز هم به سمت راست جایی که اتابک زارعی اونجا کامل بسته. وینگر راست تیم داماش گیلان و اجازه نفوذ رو بهش نداده تا این لحظه. بازیکنی که الان اوتو پرتاب کرد. اعتماد کرد سعید اخباری به اتابک زارعی و اونم جواب اعتمادش رو به خوبی داده تا این لحظه. مسلمی جاوید زده حمله میتونه شکل بگیره برای چادرملوی اردکان. محمود آبادی این بر فضا مهیا هست برای رستمی. اتابک میندازه پشت مدافعان. آفساید این بار برای چادرملو اعلام میشه. 2 تعویض دیگه در راه هست. آفسایدی که بدین ترتیب اعلام شده است مهاجمان تیم چادرملوی اردکان. سعید فولادی و معارضه حسینی رو میخواد به زمین بفرسته. ضربه سر اول از محمد بختیاری. خرم حسینی به وسط تکلیکی زد اونجا و توپ رو گرفته. حالا محمد بلبلی موقعیت خطرناک است برای چادرملو. خود بلبلی میبره به سمت چپ. موقعیت داره ایجاد میشه در سمت چپ. رضا محمود آبادی اونجا حضور داره. خود محمود آبادی به عقب‌تر توپ نرسید به بلبلی و دفاع توپ رو در اختیار گرفته. باز هم خرم حسینی و داماش پرتاب برای داماش گیلان. رستمی میبره به سمت راست. ضربه سر از محمد بختیاری. طاهران یه لحظه اونجا توپ رو دور کرد. بخشناس در سمت راست چند ارسال رو انجام بدن بازیکن تیم داماش. هر 11 نفر رو در خط دفاعی میبینه داماش گیلان. از پیروزیشون میخوان دفاع بکنن بازیکن تیم چادرملو. 2-0 پیش افتادن. مجتبی بیژن ارسال انجام میشه و اتابک زارعی راحت توپ رو میرسونه به حجت صدقی. ضربه سر از مدافعان داماش در سمت راست. باز هم پورمهدی اونجا داره پیشروی میکنه. فضا هم براش مهیا هست. ارسالش هم انجام میده و توپی که نزدیک بود دروازه خودشون رو باز بکنن. علی طاهران این کار رو انجام داد. فوق العاده خطرناک بود این موقعیت. تعویض رو انجام میده بالاخره آقای اخباری. رضا محمود آبادی رو بیرون میکشه و سعید فولادی رو به زمین بفرسته. ببینیم یک بار دیگه با هم دیگه کاری که پورمهدی اونجا انجامش داد. ارسال تند و تیزی که علی طاهران راهی کورنر کرد. در بازی همزمان استقلال مولاسانی 1-0 پشت طلایی رو پشت سر گذاشته. نفت مسجد سلیمان گل دوم رو به مثل شهربابک زده. شهراز شیراز و نفت و گاز گشتران هم 0-0 مساوی هستن. کورنر رو ببینیم چه جوری میزنن بازیکن داماش. ارسال بلند انجام میشه. ضربه سری که زدن مدافعان توپ رو در اختیار گرفته. سریع هم بردن به فاز هجومی. مسلمی جاوید فولادی بود که این کار رو انجام داد. مطالبه توپ هم میکنه صادقیان. مسلمی جاوید ترجیح میده که بازی رو آروم بکنه. سعید فولادی
میبره به سمت راست و بی ثمر هست. پرتاب برای داماش. بلبلی قطع ارتباط کرد محمد بلبلی. ضربه سر از پور مهدی. مسلمی جاوید یه لحظه شارژش کرد، خطر رو نگرفت. کمک آقای اولیایی، یه نفر رو جا گذاشت. نفر دوم سیسی صادقیان هست که توپ رو دور میکنه، خودش هم ناراحت. خرم حسینی روی زمین افتاد و حالا بازی رو متوقف میکنه رسول اولیایی. در بازی همزمان در لیگ برتر شگفتی خلق شده و شمس‌آذر قزوین که تا پارسال تو همین لیگ دست یک بود 3-2 استقلال رو در قزوین شکست داده. ترکتور هم 2-0 نساجی مازندران رو پشت سر گذاشته. ملوان هم شاهکار کرده و 2-1 پیش افتاده از تیم سپاهان در نیمه اول. ضربه سر از مدافعان تیم چادرملو. 5 دقیقه وقت تلف شده و اتابک زارعی که توپ رو برگردون. همچنان خطر روی دروازه چادرملو ادامه دار بود. سعید فولادی تا اونجا عقب اومده توپ رو دورش کرد. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش موقعیت خط بازی داره پیگیری میشه. دارن حلقه‌شون رو تنگتر و تنگتر میکنن بازیکنان داماش. توپی که پای مهاجم برخورد کرد و مستقیم راهی اوت شد. حجت صدقی بلند توپش رو ارسال کرد و خطایی که گرفت از بازیکن چادرملو داور مسابقه. دو دقیقه سپری شد. اصلا بازی مستقیم رو در دستور کار خودشون قرار دادن بازیکن داماش تا از این شکست فرار بکنن. خرم حسینی باز هم توپگیری از بازیکنان چادرملو جبران میکنن اشتباهی خودشون و خرم حسینی پشت محوطه و خطا اعلام شد روی یار شماره 10 تیم داماش سید محمد خرم حسینی. موقعیت خوب هست برای یه پاچپی تا این ضربه رو بزنه. به شکل رونالدو هم دورخیزش رو انجام داد. ببینیم با این توپ چه کار خواهند کرد بازیکن تیم داماش. یکی از بازیکنان تیم چادرملو رفته و پشت خط دفاعی دراز کشیده. موقعیت خطرناک است برای تیم داماش. ببینیم چه جوری ضربه‌اش رو میزنه. ضربه‌ای که زد و از بالای دروازه با اختلاف نسبتاً کمی به بیرون رفت. یک بار دیگه با هم ببینیم ضربه‌ای که بدین ترتیب با پای چپ با اختلاف 1-2 متر از بالای دروازه راهی اوت کرد. برای موقعیت رو از داماش گیلان گرفت این بازیکن. حجت صدقی ضربه سر باز هم از مدافعان داماش. مصطفی بدون خطا توپش رو گرفتن. یه دور زد مسلمی جاوید. محمدی فر کنارش هست با خطا توپ مسلمی رو گرفتن و این کار رو رضا پور مهدی انجامش داد. ارسالی که انجام میدن در سمت راست و سعید محمدی فر به توپ نرسید تا باز هم اشکان توانا بازی رو آغاز بکنه. این بار کوتاه بازی رو آغاز کرد در خط دفاعی. میرسونن به خرم حسینی که از خوبهای تیم داماش بوده. میبره به سمت راست. اتابک زارعی اونجا حضور داره و با خطا اونجا توپش رو گرفت. خطا در موقعیت ایدال
برای تیم داماش. به دست اومده کارت زرد رو هم میگیره اتابک از داور مسابقه. 94 و 40 ثانیه، 20 ثانیه تا انتهای این دیدار. آخرین بخت تیم داماش میتونه باشه. موقعیتی از سمت راست میتونن روی دروازه چادرملو ارسالش بکنن در آخرین ثانیه های بازی. مراقبت نفر به نفر در محوطه جریمه ارسال انجام شد. ضربه سر رو مدافعان تیم چادرملو زدن و این حبسوت پایان دیدار و پیروزی 2-0 چادرملوی اردکان. حجت صدقی باز هم کلین شیت کرد. سیدعلی یحیی‌زاده اونجا گلزنی کرد و رفت به صدر جدول گلزنان. درگیری هم ایجاد شده بین بازیکنان دو تیم که حالا دارن آروم میکنن بازیکنان رو به هر ترتیب. با این بردی که کسب کرد سعید اخباری رتبه دوم رو موقتا در اختیار میگیره تا امیدوار باشه همچنان به ادامه مسابقات. امیدواریم از دیدن این مسابقه لذت کافی رو برده باشید. به اتفاق همه همکارانم مستقر در ورزشگاه شهید نصیری یزد، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. شب بخیر و خدا نگهدار. خب شاهد یک بازی دیگه و یک شکست دیگه از داماش بودیم. خوشحالی هواداران و بازیکن‌های تیم چادرملو رو داریم مشاهده می‌کنیم. فکرم نمی‌کنم که مایل باشید که زیاد این تصاویر رو ببینید. باختیم، البته باختی نبوده که اونقدرام دور از انتظار باشه. من بازی‌های خارج از خونه‌مون رو الان جلومه دارم نگاه می‌کنم. در هفته دوم از فجر در بازی خارج از خونه 2-0 باختیم. بازی خیبر که اون اتفاقات افتاد و 3-0 به سود خیبر شد. 2 هفته بعدش با شهرداری آستارا بازی کردیم و 1-0 باختیم. 2 هفته پیش با مثل شهر بابک بازی داشتیم، اونجا 3-2 شد بازی و امروز هم که 2-0 بازی رو واگذار کردیم. وضعیتمون توی جدول طبیعتاً با این نتیجه بهتر که نمیشه، چه بسا بدتر هم بشه با توجه به بقیه بازی‌ها. و دیدیم که میشه گفت یارگیری اشتباه در ابتدای فصل چه سرانجامی برامون داشت و بازیکنی که میتونست بازیکن ما باشه گل اول رو بهمون زد. توی یوتیوب هم بچه‌ها به این قضیه اشاره کرده بودن. اتفاقا کامنت های شما رو سعی میکنم بخونم. امیر ریکو توی یوتیوب میگه که دقایق آخر یادشون اومده دارن بازی میکنن. آریان حالا یه سری حرفای تندی به بازیکن‌ها زده که میتونید خودتون بخونید. اکثرا کامنت ها رو که دارم میبینم انتقاد به بازیکن‌هاست که بازی خوبی از خودشون نشون نمیدن. من اینستاگرام رو هم ببینم که اینستاگرام آیا کامنتی داریم یا نه. کامنت های اینستاگرام برام لود نشدن هنوز. اگر حالا دوستان کامنت خاصی دیدن بگن که آن فیلتر شکنم هست. خب یکی دو تا مشکل دیگه نداریم که تیممون اینترنتمون حجت حسینی میگه آره همش ببازید
کاوه میگه چقدر باید باخت رو تماشا کرد. یه سلامی هم جا داره بکنم به حسین محمدی عزیز که الان میشه گفت که مربی دروازه‌بانان پیشینمونه که حالا تو یک اتفاقات عجیب و غریبی برکنار هم شد. الان تو لایومون هستن، سلام میکنم بهشون. داشتن 10 بازی 6 باخت. یه سری الفاظی هم دارن به کار میبرن دوستان توی کامنت ها که من نمیتونم بخونم. به هر حال بازم نتونستیم نتیجه بگیریم دیگه. یه ذره تیم نباید به اینجور شکست، به اینجور بازی کردن عادت کنه. و چیزی که برای من ناامید کننده بود اینه که برخلاف نیمه اول ما در نیمه دوم میشه گفت بدم بازی کردیم. یعنی اینجوری نبود که بگیم بازی خوبی داشتیم حالا مثلا سر اتفاقی گل خوردیم اینا، نه. تیم یزدی رو دیدید که تا آخرین لحظه حتی داشت حمله میکرد و این نشون میده که این تیم ماست که مشکل داره. حالا نظرات در این مورد متفاوته. بعضی ممکنه بگن که مشکلات مالکیتیه که کماکان وجود داره، بعضی ممکنه بگن که بحث کادر فنیه، بعضی میتونن بگن که بازیکنامونن که کیفیت لازم رو ندارن. زمانی که تیم نتیجه نمیگیره همیشه این سه تا گزینه مطرح میشن. ولی اگر نظر من رو بخواید، به نظرم تمام عواملن که مهمن. حالا قبل از بازی من خدمت شما عرض کردم با چه وضعیتی رفتیم یزد، بعد دیر رسیدیم استادیوم. همه اینا به هر حال توی نتیجه بازی میتونن تاثیر داشته باشن. امیر محمد پورتالمی میگه آره حق و ناحقی هم میتونه باشه. آره اینم میتونه باشه، ولی تو یه بازی، 2 بازی، 3 بازی. ولی زمانی که در یک مجموعه از بازی‌ها تیم نتیجه نمیگیره دیگه نمیتونیم فقط بگیم حق و ناحقی. به هر حال امیدواریم که تیم به وضعیت خوب خودش بتونه برگرده و دوباره داماش رو ببینیم که جنگنده است، همیشه نتیجه میگیره. همین دیگه. آره رضا خسروی هم همین چیزی که من گفتم رو توی یوتیوب نوشته که این تیم بد جوری داره به باخت عادت میکنه. دقیقاً درست میگی رضا جان. امیر پلیر بازی 2-0 به سود تیم حریف شد، یعنی بازی رو 2-0 باختیم. اکثرا حالا به هر حال به بازیکن‌ها دارن انتقاد میکنن البته توی کامنت ها. این بود پخش این هفتمون دیگه. زیادم وقت شما رو نگیریم. حالا اگر مایل بودید که به کامنت گذاشتن ادامه بدید که میتونیم زیر پستایی که توی وارش اسپورت کار کردیم، پستای اینستاگرامی، کامنت ها رو ادامه بدیم که حالا بعدتر بقیه دوستانم بتونن کامنت ها رو بخونن. ممنون که وقتتون رو به ما دادید. ممنون که بازی رو از لایو وارش اسپورت توی اینستاگرام و یوتیوب دنبال کردید. حالا درسته که باختیم ولی ما از اینکه شما رو توی لایو خودمون دیدیم خب خوشحالیم. از اینکه در کنار شما بودیم خوشحالیم و امیدواریم که در هفته‌های آینده جوری بشه که این خوشحالیمون تا امان با نتیجه گرفتن داماش هم بشه. من دیگه از شما خداحافظی میکنم و از ثانیه‌های آینده لایو رو قطع میکنم.